ملت شریف ایران، فرهنگیان عزیز، به واسطه سیاست‌های نادرست دولت‌های قبلی و فعلی و عدم ایفای نقش نظارتی مجلس بر بودجه و قوانین مورد نیاز، وضعیت آموزش و پرورش نابسامان است. نتیجه این سیاست‌ها پولی شدن و کیفیت زدایی در عرصه آموزش عمومی است که آینده کودکان و دانش آموزان را در ابهام فرو برده است. هدایت تحصیلی اجباری، خصوصی سازی کامل پیش دبستانی، فروش مدارس با موقعیت تجاری، استاندارد و ایمن نبودن و فرسودگی مدارس، تراکم بالای دانش آموزان در هر کلاس، کاهش ساعات حضور مشاوران در مدارس متوسطه، عدم اختصاص سرانه مناسب، خشونت در مدارس، عدم توجه به نیازهای دانش آموزان در مناطق محروم و حاشیه‌ای، در کنار مدارس کفری و کلاس‌هایی که در کانکس تشکیل می‌شوند، نمونه ای از سیاست‌هایی است که تحصیل رایگان را به محاق برده و برای همگان دشوار کرده است. خیل عظیم ترک تحصیل دانش آموزان و رانده شدن آنها به سمت خیابان و قربانی نمودن کودکی آنان نتیجه سیاستگذاری نادرستی است که مبنایش پولی کردن آموزش است. سیاست‌هایی که بر خلاف اصل 30 قانون اساسی است. همکاران عزیز و گرامی، همه ما می‌دانیم تبعات این برنامه‌ها به کودکان و دانش آموزان ما محدود نیست و به خاطر رویکرد نادرست سیاستگزاران که متاسفانه معلم را زیاد و زیادی می‌دانند، امروز زندگی و زیست شرافتمندانه و منزلت اجتماعی ما دچار چالش جدی شده است. اگرچه هنوز خروج از شغل معلمی به یک مسئله تبدیل نشده است، چرا که اکثریت معلمان با وجود مشکلات فراوان شغل انسانی و آگاهی بخش خود را دوست دارند، اما این وضعیت موجب شده که معلمان شریف ایران برای امرار معاش به شغل‌های دوم و سوم روی آورند. همچنین بازنشستگان فرهی